رپسروی جوان تاجیک رمضان مرادوف متخلص برالیک که 24 سال دارد با جرم اطاعت نکردن به کارمندان میلیسیا برای 10 شبانه روز حبس کرده شده است. نزدیکان رالیک گفتند که او را روز 5 سپتامبر سال 2022 در نزد خانه‌شان در ناحیه شومنصور در پی یک بحث لفظی با کارمندان میلیسیا دستگیر کردند. ماهره مراد و مادر رالیک به رادیو آزادی گفته است که کارمندان میلیسیا لباس ملکی در تن داشتند و رالیک آدمان ناشناس را در درآمدگاه بنا دیده از آنها کی و چه بودنش را پرسجو کرده است و در این زمینه با آنها وارد بحث شده است. کارمندان میلیسیا گفتند که رالیک با این بحثش به کار آنها خلل رسانیده است. تفصیلات دیگر این قضیه و نظر خود رالیک دسترس نیست. رالیک اساساً در موضوعهای عشقی و مشکلات جوانان تاجیک در سبک رپ ترانه می‌سراید. کانال او در یوتیوب رالیک اوفیشال 355,000 آبونچی دارد و برخی ترانه‌هایش تا 200,000 تماشابین جمع آوردند. چند پیش عثمان یک بلاگر و رپسروی شناخته تاجیک نیز خبر داده بود که او را برای بحث با یک بلاگر 10 شبانه روز حبس کردند. همین طور سردار میلیس شهر نورک اخیراً از بازداشت یک بلاگر محلی بعد نشر ویدیوهای تنقیدی در اینترنت خبر داد. این نخستین مورد بازداشت رپسراها و بلاگرها در تاجیکستان در وقت‌های اخیر نیست. ماه‌های ایون و ایول باشد مقامات تاجیکستان یک باره 4 ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده و زوقبیک سیدامینی را به حبس گرفتند. از ماه‌های می به این سو دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده بدخشان نیز در رابطه با حادثه اخیر در این ولایت مختار به پشت پنجره انداخته شدند.